سلام دوستان عزیز، حالتون خوبه؟ انشالله که همیشه خوب باشین. اگه احساس میکنین خسته این، بی دلیل خسته میشین، اگه احساس میکنین جای از بدنتون درد میکنه که دلیل خاصی نداره، ضربه‌ای نخورده، اتفاقی نیفتاده، مثلا کلی بگم، اگه یه موقع خدای نکرده احساس میکنید طلسمی، جادویی، سحری براتون انجام دادن، من یه روش ساده بهتون میگم. با این روش، با اعتقاد، شما میتونی بفهمی که آیا طلسم شدی، آیا سحری، جادویی برات انجام دادن یا نه. اونم خیلی آسونه، کاری هم نداره. شما با بدن پاک هرچی دعایی، هرزی چیزی هم از خودت دور میکنی، انگشتری چیزی هم از خودت دور میکنی، یه لیوان آب خنک خوردن دست میگیری، آبی که همیشه میخوری، با وضو آب رو تو دست راستت میگیری و مزه میکنی یه لحظه آبو، ببین مزهش چطوره. یادت باشه که این مزه آب خب یه مزه خاصی نداره که آب مزه آب داره دیگه، ولی برای ادامه کاری مزه یادت باشه. آبو مزه میکنی، بعد آیت الکرسی 10 وقف میخونی. اگه تمایل داشتی 10 وقف رو بدونی به چه شکله، برام کامنت بذارید بهتون میگم به چه شکله. بعد اینکه خوندی فوت میکنی داخل همین لیوان آب. بعد میای 4 قول، سوره توحید، فلق، ناس، کافرون به ترتیب یکی یکی اینا رو میخونی، فوت میکنی داخل آب. یعنی توحید رو میخونی، فوت میکنی، بعد فلق رو میخونی، فوت میکنی، بعد ناس رو میخونی، فوت میکنی، بعد کافرون رو میخونی، دوباره فوت میکنی داخل آب. این کاری که کردی، حالا میای آب رو دوباره مزه میکنی، که گفتم مزهش یادت باشه به خاطر اینه. میای آب رو مزه میکنی. وقتی آب رو مزه کردی دیدی مزه معمولی داره، همون مزه قبلیه، یعنی سحری، جادویی برای تو انجام ندادن. شاید مشکلت پزشکیه، شاید کمخوابیه، خستگیه، به هر دلیل. آب رو مزه کردی، دیدی آب شیرینه، یه مزه خوبی داره. اینجا بدون که دعای پدری، مادری، برادری، خلق اللهی، دعای یه نفر پشت سرته و داره تو رو دعا میکنه که این آب مزهش برات شیرین بشه. اما نکته مهم مرحله سومه. اگه این آب رو مزه کردی، خدای ناکرده این آب مزه گندیدن داد، مزه تلخی داد، مزه تعفن داد، یه مزه بد داد که متوجه شدی این آب مزه بدی داره، اینجاست بدون که برات سحر و جادویی انجام دادن و باید به فکر چاره باشی. اگه منو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن تا مطالب جدیدم که تو کانال میذارم ببینی و ازشون استفاده کنی. اگه نتیجهشو دیدی حتما بهم بگو، لایک و کامنت هم فراموش نشه. خدا به همتون خیر عنایت کنه انشاءالله.